امروز در خبرها، دریا سالار ملن رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکا دیروز تایید کرد که کشتی که با پرچم قبرس در دریای سرخ رهگیری شد حامل اسلحه ایرانی و به زن مقامات آمریکا راهی غزه بود. ملن گفت اما طبق قانون بین‌المللی نیروهای آمریکا مجاز به توقیف محموله آن کشتی نبودند. وی افزود که این قضیه کاملا نشان داد که جلوگیری از امکانات قاچاق اسلحه از سوی ایران مستلزم صدور قطعنامه‌های جدی‌تری از سوی سازمان ملل متحد است. آمریکا و اسرائیل دولت ایران را متهم می‌کنند که به گروه فلسطینی حماس و گروه حزب الله لبنان اسلحه می‌دهد. تهران می‌گوید از آن گروه‌ها فقط پشتیبانی مالی، انسان دوستانه و معنوی می‌کنند. ملن همچنین به خبرنگاران گفت که فکر نمی‌کند که دولت اوباما هیچ گزینه‌ای از جمله کاربرد نیروهای نظامی را در تعامل با ایران کنار گذاشته باشد. وزیر خارجه ژاپن هیروفومی ناکاسونه امروز از ایران خواست فعالیت‌های خود را در راستای غنیسازی اورانیوم به حال تعلیق درآورد تا اعتماد جامعه بین‌المللی را جلب کند. سمره هاشمی سفیر ایران در ژاپن در دیدار با ناکاسونه موضع ایران را بازگو کرد که برنامه هسته ایران تماماً برای مقاصد صلح‌آمیز است. قدرت‌های غربی سوءظن دارند که غنیسازی اورانیوم بخشی از برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات صقل‌جیشی در گزارشی که دیروز منتشر کرد گفته است که ایران ممکن است تا سال 2010 اورانیوم کافی با غلظت پایین انباشته کند و بتواند یک بمب هسته‌ای بسازد، هرچند که هنوز با موانع فنی بسیار رو در روست. یک روز پس از آنکه اوباما رئیس جمهور آمریکا دست دوستی به سوی ایران دراز کرد با این شرط که ایران گره مشت خود را باز کند، احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز از دولت جدید آمریکا خواست برای جنایات گذشته خود که علیه ایران مرتکب شده عذرخواهی کند. احمدی نژاد در یک سخنرانی در کرمانشاه گفت او از تغییر سیاست آمریکا استقبال می‌کند به شرطی که بنیادین و در مسیر درست باشد. وی افزود ما هم با حوصله صبر می‌کنیم و حرف‌ها را با دقت گوش می‌دهیم، عملکردها را با دقت و زیر ذره‌بین مورد بررسی قرار می‌دهیم و اگر حقیقت است و به طور اساسی تغییری اتفاق بیفتد از آن استقبال خواهیم کرد. رئیس جمهور ایران همچنین به واشنگتن هشدار داد که سیاست غلط جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا را تکرار نکند. این خبرها و خبرهای دیگر در ایران BNC.com